روز دوشنبه دادگاه روسیه رهبر مخالفین حکومت الکسی ناوالنی را بار سیوم در سال روان به حبس مأموری محکوم کرد. همین طریق به احتمال زیاد برنامه منعقد سرسخت کرملین از سبقت برای کرسی پرزیدنتی روسیه در هم برهم زد. ناوالنی امید داشت که صرف نظر از مخالفت کمیسیون مرکزی انتخابات در سبقت برای کرسی پرزیدنتی شرکت ورزد، ولی این نهاد با اشاره به حکمهای ناوالنی اصرار می‌ورزد که او از حق شرکت در انتخابات محروم شد. الکسی ناوالنی تاکید می‌کند که حکم او جلوی سیاسی دارد. اگر در گذشته مرا مدتی چند روز برای شرکت در گردی همایی‌های بدون اجازت حبس کرده باشند، این دفعه من برای حضور در گردی همایی رسمی جزا گرفتم. شاید این یک تحفه برای زادروزی پوتین باشد. انتخابات ریاست جمهوری روسیه ماه مارس سال آینده برگزار می شود. تا حال پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین در این باره چیزی نگفته است، ولی پیش بینی می شود که او به زودی نامزدیش را پیشبری نموده بار دیگر در انتخابات پیروز خواهد شد. الکسی ناوالنی روز 29 سپتامبر در راه به یک گرد همایی دستگیر شده و سپس با جرم رهبری گرد همایی‌های بدون اجازت به مدت 20 روز حبس مأموری محکوم شد.